عزیزان، به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز با هم یه باقلوای خوب و عالی و خوشمزه رو تهیه میکنیم که اگر مقدار زیادی پختین میتونین برای مدت زیادی از اون نگهداری کنین. برای تهیه شربت این باقلوا ابتدا 3 لیوان شکر رو توی ظرفی میریزم و 2 لیوان آب به اون اضافه میکنم. دو قاشق غذاخوری آب لیموی تازه بهش اضافه کردم. یه مقدار کمی هم میزنم و بعد اونو روی حرارت میذارم. شربت باید بجوشه و به غلظت لازم برسه. حدود 7-8 دقیقه بجوشه کافیه. بعد از خمیر یوفکای خونگی که خودمون درست کردیم استفاده میکنم. این خمیر یوفکا رو قبلا بهتون آموزش دادم و لینک اونو براتون این بالا میذارم. یه خمیر خیلی ساده، خیلی راحت و عالی، خیلی لطیفه. ببینیم واقعا این خمیر عالی و ماندگاری بالایی داره. حتی میتونین اونو توی فریزر نگهداری کنین. پس حالا با هم بریم از این خمیر استفاده کنیم. روی خمیر یه مقدار کره ذوب شده میمالم. کره رو میتونین تو ماکروفر یا روی بخار آب کتری ذوبش کنین. کره رو به صورت مستقیم روی حرارت نذارین. بعد از اینکه کره رو روی خمیر مالیدم، یه مقدار از پودر نارگیل و گردویی که با هم مخلوط کردم روی خمیر میریزم و بعد به این شکل اونو لولش میکنم. میتونین صاف بذارین یا یه مقداری به این شکل حالت چیندار بهش بدین. یه دونه دیگه. درست کردن باقلوا خیلی راحت و خوردن اون عالیه. خب دوباره یه خمیر دیگر رو آغشته به کره کردم و روی اون از پودر گردو نارگیلمون میپاشم و این دفعه با یه سیخ چوبی کباب اونو میپیچم. ببینین خیلی راحت پیچیده میشه. به این شکل میتونین بپیچین یا هر وسیله دیگه‌ای که دارین که مثل سیخ کباب هست. بعد یه مقداری اونو به این شکل حالت چیندارش میکنم یا فشردش میکنم و بعد اونا رو توی سینی فری که از قبل با کره کاملا چربش کردم. ببینین سینی کامل آغشته به کره است. میذارم. تمام خمیرها رو به همین شکل آماده میکنیم. ابتدا خمیرها رو آغشته به کره و بعد روی اونها از پودر نارگیل و گردومون میپاشیم. از هر نوع مغزی میتونین استفاده کنین. خیلی راحت پیچیده میشه و این یکی از راحت ترین و ساده ترین باقلواهاییه که میتونین درست کنین. بعد از اینکه تمام باقلواهامون رو توی سینی چیدم، برش میزنم. سایز و اندازه باقلواهایی که برش میزنین بسته به نظر خودتونه. در ضمن این یه سینیه 30x40. باقلواهایی که احتیاج به برش داره همیشه بهترینه که قبل از پخت اونا رو برش بزنین. حالا باقی مانده کره رو کامل روی
باقلوا میمالم. سینی باقلوا رو توی فری که از قبل با 170 درجه سانتیگراد گرم کردم برای مدت 25 الی 30 دقیقه میذارم تا بپزه و آماده بشه. البته نسبت به حرارت هر فر ممکنه کمتر یا بیشتر نیاز باشه. در ضمن 1 دقیقه هم میتونین شعله بالای فر یا همون گریل رو روشن کنین تا باقلوا حسابی و عالی رنگ بگیره. فقط 1 دقیقه و بیشتر نشه که میسوزه. بعد از اینکه از فر در آوردم بلافاصله تا باقلوا داغه و شربتمون هم سرد شده شربت رو روی باقلوا میدم. حتما باقلواتون داغ باشه و شربت سرد باشه تا یه باقلوای خوب و عالی اینجوری داشته باشین. بعد میتونین از پودر پسته، مغز پسته یا هر تزیین دیگه‌ای که دوست داشتین روی باقلواها انجام بدین. یه نکته مهم، باقلوایی که میخواین برای مدت زیادی توی ظرف نگهداری کنین حتما کاملا خنک شده باشه و بعد اونو بسته بندی کنین. دوستان موفق باشین و خدا نگهدارتون.